فکر کنی توی یه دنیا زندگی میکنی؟ اصلا میدونی دنیای موازی چیه؟ دنیای موازی رو باور داری؟ فکر میکنم با این سوالا مغزت کنجکاو شده، درسته؟ پس حتما تا آخر ویدیو با من باش تا واقعیت دنیای موازی رو بهتر درک کنی. یه سوال خیلی ساده ازت میپرسم، یکم بهش فکر کن. اگه همین الان یه نسخه دیگه از تو یه دنیای دیگه داره این ویدیو رو میبینه چی؟ اگه همین الان یکی شبیه تو داره سعی میکنه بیاد تو این دنیا چی؟ میدونی ترسناک ترین بخش دنیای موازی چیه؟ اینه که شاید ما اصلا توی دنیای اصلی نیستیم و این ویدیو ممکنه دلیلش رو بهت ثابت کنه. دانشمندا میگن ما هر انتخابی کوچیکی که میکنیم یه شاخه جدید از واقعیت ایجاد میکنه. مثلا الان تو انتخاب کردی این ویدیو رو ببینی، ولی تو یه دنیای دیگه اصلا شاید بازش نکردی. توی دنیای دیگه اصلا شاید وجودت فرق داره، ولی یه چیز عجیبی هست، یه چیزی که هیچی نمیتونه توضیحش بده. بذارید بازش کنم. وقتی یکی از این دنیاها اشتباهی میکنه یه اثر موجی به جا میذاره که این اثر موجش به ما هم میرسه. تا حالا شده یه اتفاق مهم رو به خاطر نیاری یا فقط ته ذهنت یه چیزایی ازش باشه؟ منظورم چیزیه که مطمئنی وجود داشته و واقعی بوده، ولی بقیه میگن هیچ وقت وجود نداشته. این فقط فراموشی نیست، این موجیه. موجی از یک دنیای دیگه که اومده سمت ما. ولی این تازه شروعشه، چون یه اتفاقی هست که خیلی ها تجربهش کردن و حتی ازش میترسن. اون چیزی نیست جز گلیچ یا همون خراب شدن واقعیت. بذارید از تجربه خودم واسهتون بگم. 3 هفته پیش ساعت 2:30 3 نصف شب دم پنجره اتاقم بودم و داشتم به بیرون نگاه میکردم و خب کوچمون جوریه که دقیقا سر یه سرایه و یه لحظه، فقط یه لحظه، جای کوچه سمت راست با کوچه سمت چپمون با هم عوض شد. یه ثانیه بعدش درست همه چی عادی شده بود. فکر کردم خستم یا چشام یه لحظه تار دید، چون بعضی وقتا اینطوری میشه. ولی فرداش که داشتم تو گوشیم میگشتم یه سرچی که زدم واقعا پشمام ریخت و دیدم صدها نفر مثل من همین گلیچ رو دیدن. در واقع اگه دنیاهای موازی خیلی به هم نزدیک بشن، مثل دوتا رادیو روی یک موج، تصاویرشون، صداهاشون و حتی اتفاقاشون قاطی میشن. اما اون چیزی که بیشتر منو میترسونه نسخه های موازی خودمونه. یه حقیقت خیلی تاریک و وحشتناک است بین همه تئوریا که میگه اگه از یه جهان موازی نسخه ای از تو وارد این دنیا بشه، فقط و فقط یه دلیل داره. خیلی ها گفتن نسخه خودشونو تو خواب، تو خیابون یا حتی داخل آینه دیدن. ولی عجیبتر و ترسناکترش اینه اونا هیچ وقت لبخند نمیزنن، هیچ وقت حرف نمیزنن، فقط نگاه میکنن، انگار که منتظرن جای تو رو بگیرن. میدونی چرا؟ چون تو خیلی از دنیای موازی تو همون آدم نیستی که اینجایی. بعضی نسخه ها تاریک ترن، خطرناک ترن، وحشی ترن و اگر راه بین دنیاها باز شه اول از همه اونا میان. ولی خواب میتونه. وقتی میخوابی مغزت میره به فرکانس هایی که تو بیداری قابل دسترس نیست. برای همینه که بعضی از خواب ها واقعی تر از زندگی حس میشن. برای همینه که آدم تو خواب میمیره ولی دوباره بیدار میشه. جالبه نه؟ چون اون توی یه جهان دیگه اتفاق افتاده. اگه تا حالا تو خواب یه مکان ناشناخته دیدی، یه خیابون، یه خونه، یه آدم که هیچ وقت تو این دنیا نبودن، احتمالش زیاده فقط داشتی از یه جهان دیگه عبور میکردی. و یه چیز دیگه، اگه میتونی از خواب وارد دنیای موازی بشی، آیا اونا هم میتونن وارد دنیای تو بشن؟ نظر شما چیه؟ حتما تو کامنت ها بهم بگید. حالا
ما چرا فکر میکنیم این دنیا واقعی تر و بقیه نه؟ چون ما اینجا هستیم؟ چون ذهن ما فقط این یکی رو میتونه درک کنه؟ یا اینکه این دنیا فقط نسخه ایه که تونسته ما رو تو خودش نگه داره؟ بذار یه چیزی رو بهت بگم، رک و روراست. اگه دنیاهای موازی بیشمار باشن، پس بیشمار نسخه از زندگی تو هم وجود داره. و ترسناکترین حقیقت اینه، تو نمیتونی ثابت کنی که در دنیای اصلی هستی. شاید تو فقط یه اشتباهی، یه انحراف، یه شاخه اضافی از واقعیتی. و اینجاست که میرسیم به خطرناکترین بخش کل این داستان. فقط قبلش حتما چنل رو سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی که راجع به جهان آینه هست رو از دست ندی. حالا اگه دنیاهای موازی واقعا وجود دارن، اگه نسخه‌های دیگه ای از تو همین الان نفس میکشن، پس یه سوالی هست که هیچ کس بهش جواب نمیده. تو واقعا کی هستی؟ تو نسخه اصلی یا یه کپی که فکر میکنه اصلی؟ و اگه یه روزی نسخه واقعی خودت تصمیم بگیره برگرده به جایی که مال خودشه، اون موقع کی باید این دنیا رو ترک کنه؟ این ویدیو فقط یه هشدار بود. اگه امشب تو خوابت یکی شبیه به خودت رو دیدی، فراموش نکن، شاید اون خود واقعیت باشه.